افغانستان به تفریحگاه مردم افغانستان تبدیل میشه. خیلی از هموطنان ما جهت تفریح به این سرزمین میآیند و گاهی هم یا اکثر وقت هموطنان دیگرمان از ولایت‌های قندوز، بغلان و تخار مواشیشان را در فصل بهار و تابستان در شیوه نگهداری میکنند. گاهی اوقات شیوه چنان مهمان نواز میشه که اکثریت از مهمانان فکر میکنند که صاحب این خانه هستند و صاحب این سرزمین هستند. شیوه دقیق زمرودی است در انگشتر بدخشان. بیننده های عزیز، سلام بر شما. امید از جور و صحت و سلامت باشید. در شیوه هستیم، شیوه بدخشان، سرزمین زیبا با دشت های پهناور و در این سرزمین ما گشت و گذار خواد داشتیم با تیم کاریمان و شما هم همراه ما باشید و از شیوه زیبا دیدن کنید. و بسیار چیزا پیدا میشه در این دکان. نام خدا از یک سوپرمارکتی که در شهر فیض آباد است کم نیست دکان به نظرم. در بوجی ها چیست؟ اینا بوره است، اینجا بوره است، این برنج است، اوارد است، این دیگه ایناش بیسکوت است، جوراب است، آب میوه است. تفاوت داره باز نرخا نسبت به فیض آباد؟ چی تفاوت داره؟ تفاوتش همه که کرای موتر میدیم دیگه. این کرای موتر میدیم. با کسی که سودا میکنید نرخش فرق میکنه؟ بله فرق. یک چیزی را شاید ما در فیض آباد 10 افغانی بخریم، در اینجا مثل بیسکوت 10 افغانی بخرید، در اینجا 15 روپیه مجبور که ما سودا بکنیم. نه این چیز است. این روغن است. روغن است، یعنی حالی در خودی بوره کمی 5 لیتر 1050 روپیه است. ما چون که بیشتر آورده بودم 1050 همیشه سودا کرده استم.
نمیشه 1050 نمیشه سودا میکنم. این 6 پاوا که 3 لیتر است اونا 6.5 دایجو سودا میشه. چی خاطرات داری از شیوا؟ چند سال است که در شیوا هستی و یک قصه یک سرگذشت جالب بر ما در شیوا بسیار خاطرات خوبی داریم انشالله، بخصوصا از مجاهدین امارت اسلامی. گرچه که با وجود خدمم اعضای همه چیز هستم همون سید اعضاش هستم، اما بازم انشالله خاطرات خوش داریم. ای تمام مردم که مردم سودا ما میگیره بسیار با خوشی. از کجا میآید اینجا کسایی که مردم راکیس که دادن به مال و دادن به گاو و سینمی به خاطر گزاره نمی مردم است ای مالای همین نزدیک و دور نزدیکی که همینجا هست میان همینجا نمک زیادتر در اینجا نمک سودا میشه به خاطر مال. نه نام خدا همه چیزی که در فیض آباد است این اینجا هم است، پیاز است، کچالو است. خاطره خوش ما همیست که به فضل کرم خدا گزارمون میشوه. های مردم خوش هستیم. کدام مردم به ما اذیت و کدام چیز ما خودم سری پلیاردار هستم، من بورک سری پلیاردار هستم. باز در منطقه این مردمی این اوتنبیکی که نزدیکی بورک است ما در ملای امینو میشینم و دکانداری میکنیم. چند سال است اینجا دکاندار هستی؟ یگان والا هم 6 سال 7 سال میشه. چی تفاوت ها آمده نسبت به سالهای گذشته؟ والا دیگه تفاوتش به ما به نظر ایمو تنها نمی قیمتی را خواهی قیمتش که مشکلی نداره دیگه. تفاوتی چی ما تفاوت چند ندیدیم که یعنی تفاوت چند ندیدیم که خدا نخواسته ما یعنی ظلم دیده باشیم، ظلم ندیدیم. تو وضعیت امنیتی چطور است باز؟ به فضل کرم خدا خود پیشم خوب بود ولی با زیادتر خوب شده. زیادتر خوب شده. کسایی که از دیگه ولایات مواشی دارن میان اینجا مثل قندوز و بغلان و تخار، ما خواهمی 3 ولایت چه میفهمیم بیشتر قندوز میایه، دیگه کدام ولایت ها میان؟ دیگه ولو خیلی ما پرسون هم نمیکنیم، زیادتر که پرسون میگن قندوز است. بیشتر از قندوز؟ بله بیشتر از قندوز است که کدام میشیش کدام جنجال و کدام چیزی نشده تا بالا نمیشارم که آن سبی چیز گپی انشالله نیست. تشکر از شما، سلامت باشید، خوش شدید، بخیر باشید. تشکر. سلام علیکم. چی حال دارید؟ جور هستید؟ بخیر؟ جانتان جور بخیر؟ صحتمند؟ جانتان جور؟ سلام علیکم. از کجا آمدید؟ کجا بخیر؟ ما از ماهیگیری آمدیم دیگه، ماهی گرفتیم میریم پس طرفی خیمه خود. ماهی گرفتین؟ چقدر ماهی گرفتید؟ کو معلوم نمیشه ماهی تا. ماهی گرفتیم در سیوان دیوالی با. خب دای خو ماهی نیست مقصد. خلاص و تور است. چقدر ماهی گرفتید از نظر خودتان؟ یک سیر شد؟ یک سیر کمتر شد. کمتر؟ بله. بسیار خوب. چطور است ماهی اینجا پیدا میشه؟ چقدر زحمت کشیدید که ماهی قدر گرفتید؟ ماهی خود بیخی حیاتش با بالاست دیگه. ماهی بسیار خرد است تا بالی با خردن نشده دیگه. این دریای این طرف من خوب است، ماهیش با خردن است. خب فعلا ما شما در کدام منطقه شیوا هستید؟ این منطقه به نام منطقه گلستان شیوا میگن. گلستان. بله سه. بسیار خوب، بسیار خوب. بعضیا نامش گرفتن میخواستن بیننش دیگه، ما ماهیش گرفتیم. بیشک بالا. خیلی کسایی که همراهیتان هستن دیگه اینا چی توروردار و یا ماهی خراسن اینا؟ بله ماهی خراس. شما میگیرید اینا میگیرن؟ خیلی ماهی میگیریم اینا ماهی خرکاس میگن که ماهی گرفتن من است شیوا، حالی پخشتر بگیم کدامی نشنم. درست است. او شیوه خرده به حساب ماهیش گرفتنش من است دیگه. این طرف آزاد است چون که او قدر ماهی نداره. بسیار خوب. خب شما خیمه دارید، همراه کیا هستید؟ میشه که برمون؟ ما خیمه داریم دیگه، مهماناست از کابل آمدن دیگه، رئیس جواد است دیگه، دوستا و رفیقا ژورنالیست است
دیگه اونجا ما بخشون ماهی گرفتیم که اونجا بریم یک دیره ماهی بکنیم. دیره ماهی بسیار خوب، تشکر. فکر کنم که ماهی شما هم همین دیگر هستید. سلام علیکم، چی حال دارید؟ خوب هستید؟ بخیر، صحتمند؟ ما منتظر ماهی بودیم. چقدر شده وزنش پیش؟ والله دیگه وزنش در نظر ما تا هنوز پاک نکردیم، پاکش کنیم شاید یک نیم سیر زیادتر نیم سیر؟ واو، این هم ماهی شیوه دیگه. این ماهی شیوه که دیگه دمینه یک دشت برابر هست. نه نام خدا کلگیش برابر است. اینا همه تو مستقیم خورده میشن. خام هم خورده میشه؟ خام هم بعضی ها میخورن خام. بسیار خوب. اینه یا ماهی گلستان شیوه که خیلی ها شاید در آرزوش باشه. اینی ماهی گلستانی شیوه. واو خب تخمش هم خورده؟ تخمش هم خورده میشه؟ حالا میگن تخمش بسیار خویسته بسیار همه. خب ما تخم مرغ خورده بودیم، تخم ماهی را نه خی. ما تخم ماهی را خوردیم. بیشک فایده آورم و ما خودت. خب چی نقش داشتید این ماهی گرفتن؟ سلام بر شما و بیننده‌های شما جان. دیگه ما طبق دیگه مشاهده میکنیم، همکاری میکنیم، دیگه تور می‌برداریم و ماهی را می‌بریم لب دریا جمع میکنیم. دیگه همکاری میکنیم دیگه اینجا. بسیار خوب. خیلی بخیر، شما برید طرف خیمتان، باز ماهی را پخته کنید. ما انشالله که یک چکر میزنیم، باز در پختنش همکاری کردن نمیتونیم، در خوردنش در خدمتتان هستیم. صحیح؟ بخیر باشید. بخیر باشید. ماهی شیورم دیدید دیگه، در خوردنش حتما خودم میرسانیم. حالی دوستامون شربتدار و شیردار شد. آبی شیوه دیگه چلنج میته همراه تمام آبهای افغانستان. نام خدا چقدر یک آبی همونطور برابر و خوبش هستیم. انشالله در خدمت شما، با ما باشید، از شیوه زیبا لذت ببرید همراه ما یک جای. بیننده های عزیز، امیدوار هستم که تا لحظات آخر برنامه با ما همراه باشید. یک جمع بسیار مقبول و زیبا، فکر کنم که میله ماس خوردن و قیماق خوردن دارن. فکر کنم دوستای ما نظامی هستن، چون موتر رنجر اینجا ایستاده است. میریم همراهشان صحبت می داشته باشیم کیا هستن، از کجا آمدن و اینجا نام خدا یک میله بسیار خوب ترتیب دادن. همراهشان چند دقیقه قصه کنیم. راستش که در کوگرده یک کمی گشنه هم شدیم، دمی ماست شریک شویم. با ما باشید. سلام علیکم. و علیکم السلام. چی حال دارید؟ دسر نان دیگه مزاحمت نمیکنیم. شما خوب هستید؟ بخیر. شما خوب هستید؟ بخیر، صحتمند. دمیجا جمعتان از جمع دیدیم، گفتیم باش ببینیم که
شوروا باشه در شوروا شریک شیم، ماست باشه در ماست شریک شیم. هیچ گپی نیست جناب. دیگه هر چی که باشه ان شاء الله دل سلام باشه. سلامت باشید. شما بیاید خیلی از پهلوی ما بشینید که ما شما یک چند دقیقه قصه هم کنیم. بفرمایید. یاری به حساب ایلاق نشین. نام خدا ایلاق هم همون ایلاق مقبول و زیبا. سلامت باشید. ما خوب به خاطر تهیه گزارش آمدیم. اما تو گفتیم یک میله شده، حالی شما به خاطر چی آمدید؟ ما مندان سری فاروق مندان سری همیه ولسوالی بارک است. ما امیر جنایی ولسوالی بارک هستم. نجیب الله دیگه همکارا اندی ولاسن. ما فقط به خاطر یک چک کردن همین منطقه آمدیم، یک گزمه سیار بالا شدیم که اگام به حساب همه هموطنهای ما که در این وقتا که الحمدلله فتوحات آمدگی است، از هر طرفی برادران میان، از هر ولایتی خصوصا سمت شمال دیگه برادرایی که به حساب قومایی که اینجا ایلاق دارن دیگه به چراگاهاشون میان مالاشون خبر گیری. مثل شما واری که تصادفاً ما شما سر خوردیم، مهمانایی که میان به خاطر همین ما مکلف هستیم که از همین منطقه‌ای که به حساب زیر به حساب قلمروی همین منطقه به حساب امنیتی ما میشود که یعنی ولسوالی بارک است، یک به حساب سیر و گزمه داشته باشیم. به خاطر همین هم دور خوردیم. باز قماندان سیرا گفتیم که همین یک بریم یک ایلاق هم نمیجا قوم را خبر بگیریم که تصادفی به شما سر خوردیم. خیلی شما میمون هستید؟ نه میمون هم خونه گفتم که گزمه سیار دیگه. نه باز در ایلاق میمون هستید؟ بله آن خیلی آمدیم اینجا قوما بودن گفتیم یک ما مرد کردن گفتیم خیلی سعی میکنیم زیبا. بسیار خوب. چطور است وضعیت در شیوه تفاوت‌ها نسبت به سالهای گذشته؟ حتما میبینید همراه مردم پرسان میکنید که وضعیت چی تفاوتی آمده، چی میگن، چی گزارش میتن براتون؟ الحمدلله فعلا که خب خودتون هم میتونید که از ملت و مردم پرسان کنید، از سیاحین پرسان کنید. تا فعلا ملت مردم مکمل رضاستن از تامین امنیت دیگه. الحمدلله کم مشکلی نیست، با خودتون هم میتونید گزارش بگیرید دیگه. الحمدلله حکومت امارت اسلامی در وجب خواه که افغانستان الحمدلله قیادت داره، به حساب دسترسی داره. الحمدلله در تمام جا مجاهدین هستن. اون طرف مجاهدین ولسوالی ارغنشخا هستن، کندکی از مجاهدین ارغنشخا است که در اونجا در پلاو رو مستقر است. طلایشون در سر کتل هم این انشاءالله تعالی یک طلایشون اونجا که مستقر میشه و بالکل الحمدلله آرامی و امنیت است که دیگه ملت مردم ایلاق میان، در حساب سیاحین میان، الحمدلله با آرامی زندگیشون رو پیش میبرن. نفوسی مردم چطور است نسبت به سالهای گذشته؟ تعداد اشتراک کننده یا کسایی که میان به شیوه زیاد شده به نظرتان، کم شده؟ بله آسیب طبیعتا دیگه که وقتی که در یک منطقه امنیت بود، آرامش بود دیگه طبیعتا که زیاد میشه و سیاحین به حساب کسایی که به حساب ایلاق میان کسی دیگه الحمدلله کدام مشکلی نیست که کم جنگ کم ناامنی نیست که یک نفر احساس خطر کنه. مثال اگر کسی که پیشترها ایلاق نمیومد یک مشکلی مثال دو طرف دولت بود، مثال دولت قبلی گذشته مشکل داشتن نمیتونستن آمدن. امروز الحمدلله دیگه همگی زیر چتر حکومت امارت اسلامی الحمدلله دیگه رعایتش است به حساب چی نظامی هستن مثال دولتی هستن، هر کسی که است الحمدلله زیر یک قیادت زندگی میکنن، تامین امنیت است برشون الحمدلله آمدن دیگه به زندگی خود ادامه میدن. بسیار خوب. آرزویتان برای افغانستان چی است؟ تا امروز که شما جنگیدید، مبارزه کردید، چی آرزو داشتید و آیا با آرزویی که داشتید در افغانستان فکر میکنید رسیدید یا خیر؟ الحمدلله بله رسیدیم دیگه. آرزوی ما تحکیم نظام عدل الهی است، خونه و قربانی هایی که مجاهدین افغانستان و دیگر به حساب مسلمانایی که در افغانستان به حساب یعنی شریک بودن، همین تمام مسلمانان افغانستان به خاطر اقامه نظام اسلامی جنگیدن. الحمدلله به آرمان رسیدیم ما دیگر، راضی‌ام از حکومتمان، از نظاممان. ان شاء الله تعالی آرزومان به خاطر آینده افغانستان همیشه که افغانستان یک کشور آزاد مستقل به حساب آری از تمام به حساب تعدیدات کشورهای بیرونی و مردمای اجنبی دیگه باشه
دیگه ملتمون آرام زندگی کنه، وضعیت اقتصادی ملتمون بالا بره، دیگه مشکلی مردم تا جایی که به حساب ان شاء الله تعالی در قیادت امارت اسلامی آرزوی ما همیشه که ان شاء الله امید بسیار بزرگی مسلمانان همیشه که در قیادت امارت اسلامی مسلمانای بسیار سچه هستند، شیخ الحدیثای بسیار بزرگ هستند. الحمدلله دیگه یگام گپایی که در پایان تبلیغات مثال سو میشوه این گپا به بنیاد است. الحمدلله ما دیگه بسیار امید بسیار بزرگی را داریم در آینده که افغانستان ان شاء الله تعالی در تمام جهان ان شاء الله یک تاز باشه. از نگاه اسلامی به حساب حکومت اسلامی و اسلام بودنش، دیگه تطبیق شریعت الهی و از دیدگاه اقتصادی، از تامین امنیت ان شاء الله تعالی در آینده ان شاء الله تعالی 100% اطمینان است. برای تمام ملت اطمینان است که ان شاء الله تعالی فرزندای این خاک ان شاء الله تعالی تا یک قطره خونشان در مقابل هر اجنبی داخلی باشه خارجی باشه ان شاء الله تعالی ایستاده هستند به خاطر تامین و فقط به خاطر آسایشی، به خاطر آبروشان، به خاطر عزت مسلمانان، به خاطر عزت تمام مسلمانای دنیا ان شاء الله تعالی کار میکنه فرزندای مسلمان. تشکر از شما. سلامت تشکر باشید. بسیار شما. تشکر. ما ستان نوشی جان کنید. خیر است. خوب شد که آمدیم بخیر. دیگه امروز شما باز با لذت‌تر میخوریم ان شاء الله تعالی. تشکر. سلامت باشید. بخیر باشید. سلامت باشید.
چی حال داره سید؟ بخیر سید، ممنون باشید. جانتون جور. بخیر سید، خوش سلامت باشید. اسم مبارکتان چیست؟ اسم مبارک من سید مرحمت خان از ولسوالی بارک. بسیار خوب. در اینجا چی میکنید؟ در اینجا سید ما سالانه از اول بار از ایلاق میام سید. خب از اول بار ما سال مواشی دارید؟ مواشی داریم سید، تقریبا گاوداری داریم با تعداد بسیار زیاد که فرموده تقریبا 50 خانه میان. این از اول بار تا به ماهای میزان ولی میزان تقریبا 1000 گاو قلم 2000 3000 گوسفند یک قره فرمه سیب اینجا مناسب زندگی میکنن بسیار به حالت آرام به فضل خداوند. نظر به سالهای قبلی که امسال که امانت اسلامی که به میان آمده بسیار فضل خدا یک آرامی بسیار آسودگی بسیار که شوروز که فر بگردی و هیچ کس به کس کاری نداره فضل خدا. از تقریبا از کوچی آمده تا ارگوچی تا کوچی تا قندی تا تخاری تا بغلانی همه مردم سیب در شیوانی زندگی میکنن. ما که در فیض آباد بودیم همین پلان شیوا آمدن که شد یک تعداد گفتن حالا شیوا جنگ است که شیوا ناآرامی است که نمیفهمم 1001 گپ دیگه پیدا شد. نام خدا آمده هیچ گپی نبوده. نه به فضل خدا یگان گپای تبلیغاتایی که اقلا دغان تلفن ها و دغان فیسبوک ها یگان مردم ها یگان تبلیغات ها میکنه قطعا در شیوه بدخشان چی که در سرتاسر بدخشان به فضل خداوند هیچ گپی وجود نداره. بالکل آرام است. بسیار خوب. احمد فضل خدا. از لحاظ سرسبزی و نیازمندی هایی که شما برای مواشی هایتان نیاز دارید و به همون امید به شیوا میایید نسبت به سالهای گذشته چطور از خوب است؟ بسیار خوب نام خدا بسیار خوب. اما بسیار به اساس بسیار به قانون درست تقریبا چندین هزار رمایی که در چندین ولایت میاد با مو سیستمش همگی با مو سیستمش فضل خدا همه در تقسیم میشوه با مو سیستمش رودش میزگره فقط پس دوباره پس به وطنش میاد. جالب همی است که از فیض آباد نام خدا همقدر مواشی تیر میشه میگیم در شیوا بریم جای حتما نیست و ما وقتی میایید نام خدا بچشون دید این شیوا اول شیوا را خودتان سیب دیدید اگر تقریبا طرف قول شغنان و خینجان دراب و دولشهی و تنگشهی و درواز که برای اصلا شیوا دوست سیب نمی چیزی که مواشی که تمام قطعا میسیب دموجا میروا سیب زندگیش تیر میکنه. بسیار خوب اشاره کردید. برای بیننده های ما میشه شما بگویید شیوا با کدام ولسوالی ها هم سرحد است؟ شیوا با ولسوالی ارغنش‌ها برای فعلا بسیار نزدیک است که قبلا در طول تاریخ گذشته ها با ولسوالی بارک با ولسوالی شهدا ولسوالی راغ شغنان فقط یک چوک است که در حدود همه قدر ولسوالی که نام گرفتم فقط یک چوک است. بسیار خوب بسیار خوب. ما پیشتر گفتم که شیوا یک نیگینی از زمرد است در انگشتری بدخشان غلط نگفتیم. نه بهتری فقط تجربه کرده است. زنده باشید. تشکر. این برادرمون هم معرفی نکرد. آی برادر ما قده فرمراغ به نام یادگار. خب همراهشون صحبت انشالله می داشته باشیم. فقط از شما پیامتون هم می داشته باشیم برای مردم. پیام ما به مردم هم است که فقط یک زندگی آرام یک افغانستان آرام که فقط برای فعلا به ما اگر همین ما خدای نخواسته که بره بکنیم خدای نخواسته پس نشوه که در کدام حالت خراب گیر بیاییم. بهترین آرامی تشکر از شما. خیلی خوش شدیم از شما. سلام خوب هستید؟ بخیر هستید؟ تشکر سلامت باشید. چقدر کاری؟ نامتان؟ یادگار. یادگار دیگه واقعیت همونطور یادگار هستید. بله. چی میکنید اینجا؟ فکر کنم که محله دارید. دوستمان چی میشه برای شما؟ قوم هستند. یک قوم هستیم قوم بارک. همه من دیده در اینجا یک محله نشینم با مایسه نمی 4 مواشی. ما در اینجا 4 سواد تیر میکنیم با سرکشی با تمشی میریم. همه قدر گم. چطور است شیوا امسال؟ شیوا بسیار خوب است. بسیار سرسبزی است که امسال نمیخواد بسیار همه امارات اسلامی بسیار آرامی است. بسیار شوروز که بگردید یک کس کار نداره دیگه. کس کار نداره. چه چیزا پیدا میشه در شیوا؟ هر میوه روی پیدا میشه. میوهی که یک چیگار میگن نمی کوهای سرره که میره همه پیدا میشه. یه دریا ماهی پیدا میشه. نمیشه همه تو میوه در محلا چی پیدا میشه؟ محلا نگید همه تو یک چیز ما از شیر باز ماست جور میکنیم. از ماست باز با اون دوغ جور میکنیم. باز بود دوغ میزنن خنبک میزنن بعد اون
روغن اون علایت میگیم بو روغن جدا میکنه داخل مسکر این چند چیزی جور میشه امی داخل شیر چند مواد جور میشه. بسیار خوب. یادگار صاحب بسیار زیاد تشکر از شما. خوش شدید. سلامت باشید. سلام علیکم. بخیر باشید.
خب بیننده های عزیز، واقعا همون قسمی که گلستان میگن اینجا گلستان هست. قسمی که شما میبینید نام خدا گل های بسیار زیبا در دشت و در تپه های اینجا پیدا میشه. دقیقا اینجا بدخشان است و سرزمینی که در شرایط خوبش، در شرایط مساعی داشت، همون قسمی که از آب و طبیعتش استفاده میکنیم، در شرایط بدش هم در کنار این سرزمین خود